شماره 12. گوبسه اوزای. گوبسه شاید تنها گناهش اینه که با بازیگر جذاب و پرطرفداری مثل باریش آردوش ازدواج کرده. طرفدارای باریش دوست دارن اونو کنار همبازیش در سریال عشق اجاره‌ای یعنی الچین سانگو ببینن و هیچ جوره حاضر نیستن ازدواج اونا رو قبول کنن و گوبسه بخت برگشته رو دائما با حرفاشون با خاک یکسان میکنن. شماره 11. سفدا ارگینجی. یه سری افراد روی همه خصوصیات خوب سفدا چشم بستن و چسبیدن به قد کوتاهش. از شانس سفدا هم چه توی سریال و چه زندگی واقعی پارتنراش قد بلند از آب در میان و همین میشه که اون همیشه مورد تمسخر هیترها قرار گرفته و جالب خیلیا در مورد رابطه اون با ییلماز کوند میگن خدا شانس بده سفدا با این قدش عجب چیزی تور کرده. شماره 10. بیگه اونال. عمده هیترای بیگه طرفدارای دو آتیشه آراس بلوت این عملی‌ان. اونا اصلاً علاقه‌ای ندارن بیگه رو در کنار آراس ببینن چون معتقدن اونا اصلاً مناسب هم نیستن و با هر عکس دو نفره از این زوج یا خبر آشتی مجددشون بعد از یه جدایی موقت به بیگه حمله میکنن و اونو مورد انتقاد قرار میدن. شماره 9. سرنای ساریکایا. این بازیگر موفق بیشتر با روابط عاشقانش مورد انتقاد قرار میگیره و اوج تنفری که دریافت کرد برمیگرده به زمانی که از کرم بورسین جدا شد و بعد از اونم شروع رابطه‌اش با جم ییلمازی که 20 سال ازش بزرگتر بود. شماره 8. کرم بورسین. چند وقت پیش کرم در یه لایو اینستاگرامی گفت کسایی که توی این روزا ماسک نمیزنن احمق هستن. در نتیجه با سیل عظیمی از انتقادا و کامنت‌های منفی روبرو شد تا جایی که کارش به عذرخواهی کشیده شد. شماره 7. ابرو شاهین. طرفدارای ابرو شاهین دائما سعی داشتن اونو به همبازی خودش آکین آکینوزو نزدیک نشون بدن چون دوست داشتن اونا واقعاً با هم باشن، اما همین حرکتشون باعث عصبانیت ابرو شد تا جایی که اون این طرفدارای خودش رو بلاک کرد و بعدش هم حساب کاربری خودش رو موقتاً بست و همینم باعث شد تا با واکنشای بدی روبرو بشه. شماره 6. نسلیهان آتاگول. نسلیهان بارها محکوم به بی‌وفایی شده و این سرزنش‌ها با مرگ پدرش در تنهایی به اوج خودش رسید و بعد از اونم یه دوست قدیمی عکسی از خودش و نسلیهان به اشتراک گذاشت و از بی‌معرفتی اون بعد از به شهرت رسیدنش نوشت که دوباره آتیشی به پا کرد. حدود 2 سال پیش نسلیهان با جدایی غیر منتظرش از سریال دختر سفیر دوباره مورد حمله قرار گرفت و با اینکه اون دلیل جداییش رو بیماری عنوان کرد اما خیلیا باور نکردن و با حرفاشون بدجوری دل نسلیهان رو شکوندن. شماره 5. هازال کایا. طبق گفته خود هازال زیر پستای اینستاگرام اون همیشه پر از حرفای تند هیتراش مثل خدا لعنتت کنه، زشت، چاق، ازت متنفرم و از این جور چیزا و همین باعث شده که هازال دیگه کامنتاشو نخونه و بهشون اهمیت نده. شماره 4. فهریه افجن. یه سری معتقدن که فهریه زنی مغرور و حسوده. اون با رفتن مکررش به سر ست فیلم برداری سریال عشق سیاه و بعد از اون کپی برداری از نسلیهان در عروسی خودش خیلی کامنت‌های منفی دریافت کرد و بعد از به دنیا اومدن پسرش هم به خاطر اضافه وزنش به شدت مورد تمسخر قرار گرفت. شماره 3. دمت اوزدمیر. بعد از شروع رابطه عاشقانه دمت با اوزهان کوچ که عشق سابق دوست صمیمیش بود با واکنش‌های بدی روبرو شد و همین سال گذشته بود که با پخش شدن عکسای این زوج در تعطیلات در مورد اضافه وزنشون حرفای زننده‌ای زده شد.
یکی دیگه از انتقادایی که از دمت میشه به خاطر عملهای زیبایی که انجام داده و جالبه که دمت هیچ جوره حاضر نیست زیر بار اونا بره. از هیترا اصرار و از دمت انکار. شماره 2. جان یامان. جان یامان با شرکت کردنش در جشن هالووین در حالی که هموطناش به خاطر وقوع زلزله عزادار بودن و اظهار نظرهای خودخواهانش راجع به بقیه بازیگرا باعث شده که یه بازیگر خودشیفته لقب بگیره، تا جایی که پینار دنیز حاضر نشد با اون همبازی بشه و سریال آقای اشتباه هم توسط مردم ترکیه تحریم شد و در نتیجه خیلی زودتر از انتظار مجبور شد به کار خودش خاتمه بده. شماره 1. هانده ارچل. خیلی‌ها معتقدن هانده اصلاً استعداد بازیگری نداره و بی‌دلیل انقدر بزرگ شده. این اواخر هم که طرفداراش به خاطر جداییش از کرم بورسین بدجوری بهش حمله کردن، خصوصاً این که خیلی سریع اخبار شروع رابطه جدیدش با کان ییلدیریم منتشر شد و به شدت در شبکه‌های اجتماعی مورد عنایت هیترها قرار گرفت. یه سری هم گفتن هانده نه بلد برقصه نه بلد بازی کنه، زیباییش هم که به خاطر عملهای زیادشه، پس اون دقیقاً چه استعدادی داره و چه کاری میتونه انجام بده؟ خب شما دیگه چه بازیگرایی رو میشناسین که دائما در حال دست و پنجه نرم کردن با هیتراشونن؟ اسم اونا رو برای ما بنویسین و این ویدیو رو لایک کنین و عضویت در کانال ما رو هم فراموش نکنین.